با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. سهیل قیاسی هستم. امروز دوشنبه 25/10/1402. امیدوارم که هفته خوب و پرسودی رو هممون در پیش رو داشته باشیم. خب یه نگاه به تقویم اقتصادی امروز بخوایم بندازیم. امروز ساعت 10:30 اه، هلوش نیم ساعت پیش شاخص قیمت عمده فروشی آلمان منتشر شد که -6 در بعد ماهانه منتشر شد. انتظارات -3 بود. باعث شد که یه مقداری در بازگشایی مارکت آلمان ما ضعف یورو رو در مقابل دلار آمریکا ببینیم. دیتای مهم دیگه‌ای که در ادامه روز داریم دیتای جی دی پی سال گذشته آلمان هستش که اون میتونه بسیار مهم باشه. من ترجیح میدم که صبر کنم این دیتا رو ببینم و اگر موقعیت خوبی دیدم شاید بتونم که یه ترید روی یورو بگیرم، حالا یا در مقابل دلار یا در مقابل ین ژاپن سعی میکنم ورود بزنم. حساب معاملاتی که روش ترید میزنم یه حساب 2000 دلاری از نوع پرو هستش. حساب بدون کمیسیون هست. بدون کمیسیون بودن حساب خیلی مهمه، چون در دراز مدت این کمیسیونی که تاثیر خودشو میذاره. به خاطر کمبود وقت من فیلم رو پاز میکنم و هر وقت یه موقعیت واضح و شفاف ببینم مجدد فیلم رو پلی میکنم. ممنونم ازتون. خب طبق انتظارات منتشر شد، همون 13 منتشر شد. افزایش داشته، اونم که طبق انتظارات منتشر شد. خب روی مشکل یورو یو اس دی با استاپ خودش با ریسک 1% اولین ورود رو میزنم. از نظر تکنیکال هم بخوایم بررسی کنیم، توی 2 هفته گذشته یورو یو اس دی توی این رنج بوده و خیلی روندی رو نتونسته ایجاد کنه. داده مهمتری که برای امروز داریم تولیدات صنعتی اروپا هست که ساعت 1:30 منتشر میشه. به خاطر افزایش بازده یورو قرضه ین ژاپن در حال رشده. اگر بازده یورو قرض تایید به میداد روی سل یورو جی پی وای کار میکردم، ولی در حال حاضر چون بازده یورو در حال افزایشه نمیشه به ین ورود کرد. خبر جی دی پی هم چون
ریوایز سالانه هست خیلی نمیتونه حرکت مسیری رو ایجاد بکنه. در ادامه تولیدات صنعتی اروپا که منتشر میشه خیلی تاثیر بهتری خواهد گذاشت. پیشبینی قبلیش 7 منتشر شده، پیشبینی ها براش -6 هست. به نظر منم منفی منتشر میشه تولیدات صنعتی آلمان چه اروپا، و اینی که ضعف رو توی یورو میبینیم. اگر این اتفاق بیفته مجدد به سل یورو جی پی و یورو یو اس دی. همزمان شاخص دکس آلمان رو چک میکنیم. شاخص دکس آلمان هم امروز در حال حاضر فعلا منفیه. یکی از دلایل ورودمون هم همین ضعف شاخص دکس آلمان هست. سلام مجدد دوستان، در پوزیشن فروش یورو یو اس دی هستیم. 1 دقیقه دیگه خبر تولیدات صنعتی اروپا منتشر میشه. من یه مقداری این تیپی رو پایینتر میارم چون امیدوارم که منفی منتشر بشه تولیدات صنعتی اروپا و بتونم به حجمم اضافه کنم. اگرم که تولیدات صنعتی ایندستریال پروداکشن ماهانه بهتر از ماهای قبل اگر منتشر بشه که خروج میزنم از این پوزیشن. خب منفی منتشر شد نه به اندازه ماه قبل ولی بازم منفی بود. خب با این تفاصیل انتظار داریم که بازده اوراق کاهش داشته باشه، قیمت مس کاهش داشته باشه و یورو یو اس دی هم کاهش داشته باشه. من یه ورود مجدد دیگه میزنم. الان مجموع ریسک هم 2%، و امیدوارم که این ناحیه تکنیکالی هم که در اینجا تو داریم با توجه به دیتایی که اومد این ناحیه فیل بشه و قیمت بره زیر این ناحیه.
این پوزیشن بالایی هم فریز میکنم. در واقع الان ریسکمون روی این پوزیشن ها همون 1% هست. خب امیدوارم که این پوزیشنمون موفق بشه. ساعت 1:32 به وقت تهران و ساعت 10:03 به وقت لندن هستش، در سشن لندن هست. خب فکر میکنم اون ناحیه‌ای که این ناحیه تکنیکالی که اینجا وجود داشت که به نظر یه اوردر بلاک بود فیل شد و قیمت داره زیر اون. همیشه در نظر داشته باشید که سنتیمنت و شرایط اقتصادی مقدمه به تحلیل تکنیکالتون. یعنی همیشه سعی بکنید شرایط فاندامنتال رو در وهله اول در نظر بگیریم، بعدا برای تاییدش میتونیم از تکنیکال استفاده کنیم. مثلا اگر همینجا نگاه بکنید روی این چارت امروز خب از نظر تکنیکال فکر میکنم که اینجا یه مایه الگوی بریکر رو داشتیم، تو آی سی تی بهش میگم بریکر، و دیدگاهمون هم نزولی بود، یعنی به راحتی میشد اینجا هم ورود کرد. منتها سعی کردم که محتاطانه رفتار بکنم و بعد از دیدن دیتا ورود بکنم، پیش‌روی نکنم. خاطر رشد بازده اوراق آلمان من ترجیح میدم از این پوزیشن با 2% روز سود خارج بشم. در ادامه اگر موقعیت دیگه ای بود مجدد با هم بررسی. مرسی از توجه.